بیاننامه مشترک و فراخوان دانشجویان ایران و کردستان جهت اعتصاب در روزهای 28 و 29 بهمن ماه. پس از گذشت بیش از 1 ماه از کشتار و جنایت وحشیانه جمهوری اسلامی، به ویژه در روزهای 18 و 19 دیماه 1404 خورشیدی، هزاران نفر از معترضان از سوی نیروهای امنیتی جانشان را از دست دادند. تعداد چشمگیری از دانشجویان دانشگاه‌های ایران و کردستان به مناسبت 40مین روز این کشتار و برای تجلیل از جانباختگان این اعتراضات، فراخوانی برای برگزاری اعتصابی عمومی منتشر کردند. در این بیاننامه آمده: ما به عنوان دانشجویان در این 2 روز قهرآمیز که به اندازه چند ماه طول کشید، همراه با خانواده‌های جانباختگان، دانشجویان و کادرهای درمانی بازداشت شده و میلیون‌ها انسان داغدار تجمع کردیم و صدای اعتراضی خود را سر دادیم. در ادامه بر این تاکید شده: در اعتراضاتمان و 10 بیاننامه به وضوح اعلام کرده ایم که دیگر نمی-توانند که عزیزانمان را به قتل برسانند و ما را به جمعی رعیت حلقه به گوش که بر اساس فرامین آنان زندگی کنیم تبدیل نمایند. تعطیلی دانشگاه برای ساکت کردن صدای بلند ما و غیر فعال کردن دانشجویان توهمی بیش نیست. در پایان بر این 2 نکته تاکید کردند: 1. ما به عنوان دانشجویان سرتاسری ایران از مردم می‌خواهیم در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه 28 و 29 بهمن ماه همزمان با 40مین روز کشته شدن عزیزانمان با برگزاری اعتصابی عمومی و تعطیلی محل کار و تحصیلشان همدلی خود را عملاً با خانواده‌های جانباخته ابراز نمایند. 2. ما دانشجویان با برگزاری مراسمی برای ادای احترام به دانشجویان و جانباختگان در دانشگاه‌ها و مکان‌های عمومی یاد عزیزانمان را گرامی می‌داریم و با خانواده‌هایشان همدل می‌شویم. در پایان این بیاننامه و آمده است: ما برای هیچ دیکتاتوری سرفرود نیاورده‌ایم و سرفرود نخواهیم آورد. سرنگون با جمهوری اسلامی. امضا کنندگان: تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، تشکل داد دانشجویان دانشگاه تهران، انجمن آزادیخواهان دانشگاه بهشتی، جمعی از دانشجویان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشگاه تهران، دانشگاه امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، دانشگاه بهشتی، دانشگاه سوره، دانشگاه گیلان، دانشگاه علوم پزشکی ساوه، دانشگاه آزاد شهر کرد، دانشگاه آزاد بابل، دانشگاه آزاد کرج، دانشگاه کردستان، دانشگاه آزاد سنندج، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه آزاد تهران شمال، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه الزهرا، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه آزاد اصفهان خراسان، دانشگاه خوارزمی کرج، دانشگاه علوم پزشکی ارومیه، دانشگاه یزد. حزب دموکرات تاخسویانی یک لیدر هک چیلیا شهیدن بفرام بارا ایسال بلاو کر. تنه بی گوهرینا و رژیم ده حکومت که دموکراتیک و سیکولار اولهی و آرامیلی ایران ده چه بیبه. تاخسویانی حزب دموکرات لیدر هک چیلیا شهیدن بفرام بارا ایسال. سلکه خویدی هلویست کردستانه. گلن بیزار بوین ایرانه. کمو جیواکن میروف دوست. چیل روش بی سر تپ سر کرینا برهمانه یا خلک سرهیلدائی لی روشن 18 و 19. بفرام باره در باستیبه کشی عالی رژیم اسلامی ایرانه و حتیه کرن. املی دمکه ده یادوان شهیدن سرهیلدر بی بیر تینن که هجمارا شهید و بیرنداران و بینچاوکیریان روش بی روش زیده ترتیبه.
و بیسدما کتبونا اینترنته و روشا تواو اولهی لی ایرانه هتا نیها جی امارکک سراست که به شیک و گمان جی دهان هزار کسی در بس بویه لی بردست نینه. لیو ناف برده سری هلدان لی باجارن ایلام، کرماشان و ملکشا یه و شهید بونا دهان هولاتین مه لی دیور و باجارن دین ایرانه و پیشتره منگرتینا سرکفتیانه شلکه روژیلات کردستانه بیتنه برتک نشاندانک نبو. بلکو نیشانه تگیشتینا سیاسی، گشه کرینا سیها نتوی و خودی درکتین جی کردستانیان جیوه بشا نشتیمان بو. او بویران دانه سلیمان دین کو خلکه کردستانه برهم هنره ریکارک تایبت جی برخونو خوراگیری و برپانیا گیشتی یا روژیلات کردستانه میدان شبات و یکیتیا تفگرا نتوی یا کردستانه یه. آلیه سمبولیک و سیاسی او یک گرتینه اشاره کرینک با مانیفستا هزدی روژیلات کردستانه و هفدم نیشاندر هفسباتی و هفچار نویسیا شلکه کردستانه یه. لیدمکه کچل روژ جی کمکوژی و کشتینا سورتن بیویر ان نتوا کرد لیلام ملکشا و کرماشانه در بستیبه امریز لی ناو یادوان شهیدان دیگرین و سوزا سوی دیگل وان دوباره دیکن که هتا بیدست و انینا ارمانچن وان ان ریزگاریش وزان لی ویلا تمده و گیهشتینا شلکه کردستان بیمافن نتوی امه دوزا پیروزه وان بیدمینن. رژیم اسلامی ایرانه بی درجاهی چند دهیکن در بسپویی و بی میلیتاریزه کرینا روژیلات کردستانه سیاستا سکنان دینا گشه و بی کمینه کرین و بی اولهی کرینه گیرته برخوه هلدا کردستانه بی که چوگرافیا یک پیشتگوهاوتی دورخیستی و دوراگیرتی و دور جیناسنامه نتوی را بگره. لوما تکزی و پیدکری لی بردوان بونامه لی سر حریفان دینا رژیمه و گوهرین بینیاتا پکاتین دستیلاتا ویه. جیوه دیتینگه هیوه پیشتوانی کرین لی پیرسا دموکراسی و نتوی لی ایرانا چندن نتوی ده. هولک بوشکاندینا وان دورپیچ و روشا اولهی و تپسر کارانه کجینا وندیوه بی هچاتا اسایشا نشتیمانی بی سر نتوین جردست حتیه سپاندین. راست کو خبات و سوراگیریا نتوین ایرانه اکو نرخه کی گیران لیوریکه ده حتیه دان بوریزگاربون جی رژیم اسلامی هر بردوامه. لیلی کلگا و بردوامیه ده پیشتوانی کرینا چواکا نو نتوی بو خلک سرهلدایی ایرانه هوچهیه که گیرینگا دیروکیه. زفت کرینا مافن نتوی و بین پیکرینا مافن نتوی و بین پیکرینا کرامتا تاکو کوما نتوان جی علیه و رژیمه و. هفدم دیگل بردوانبونا و رژیمه لی تپسر کرینا بی سوین و بی کارانینا هموشیانا سویلی و درهکه ده روشو پیرسکیرکن آلوزه کتیده چارنویسا دهان میلیون میریوی بی باریمته حتینه گیرتن. لوما هوچه یکو چواکا نو نتوی زیدته تر و روشه برچاو بگره. ولی استا چفساندین و تپسریا نتوی و تندوتیجیا رژیما ایرانه و بیکارانینا هزا تپسرکار لی همبر تفگرا نتویا روژیلات کردستان و نتویندین پیتر بی سهبین و دیبه هلویست هبین هتا جیوی واری و نرخصا گیران و بی جانو مالا خلکه سرهیلدایی کم بکن. حزب دموکراتا کردستان ایرانه پیدگیری لی سرویه که دیگه که بی تنه بی گوهرینا و رژیمه با حکومتک دموکراتیک و سیکولار و اعتراف کردن به اراده و مافن نتوی و سیاسی ان پکاته نتوی لی سر چوگرافیای ایرانیه که اولهی و آرامی لی وی ولاتی ده چه بیبه. چارکدین لی چیلیا شهیدن بفرام باره ده امسیلاوان بوچانه پاکی جوان شهیدان بی تایبت ولاتین مین شهید بوی لی کرماشان، ایلام، ملک شایو دیورن نشیون کردستان دیشینن. حزب دموکراتا کردستان ایرانه. دستیا کارگی. 15/2026 سروک هرم کردستان نیچروان بارزانی ده پیوینه که تایبت ابی روداوره ده تکزگر که جواکا نو نتوی دخوزه کردستانه که بیهز دی نو ایراکی که فدرال ده ببینه. نیچروان بارزانی درباره پاشروژا روژاوای کردستان ده پیامن گیرینگ دان. رولا ترکیه یا دی هفدیتین نو برا هزن سوریه یا دموکراتیک حسه ده و شام ده وکی گلکی ارینی بینام کر. وی هر ویها بالکیشان سرگیرینگیا بیچهانینا پیمانه هی و گوت مدل هرم کردستانه جبر جوازین دموگرافیک نیکاره لی سوریه را کپی کرن.
سروک هرما کردستان لیسر پرسکرک نفسوی جی آخیوی و کبول کرد که درن کتنا آواکیرینا حکومته بوی جه رکس نه نفنتوی. نچروان بارزانی دا زانین که جیونن وانن بی یکیتیا نیشتمانی یا کردستان یینیکیره ارینی در بسپونه و اف برد بی آراسته که راست و دیچن لهج لیسر پوستا سروک کماره ایراکینه لهیو نکرینه. نچروان بارزانی دی داویا آخافتینا سوید دست نیشان کر که سیاستا وان اوه که همو پرسکیرکن لهرمه بیریا دیالوگ و اشتیه ویرن چاره سر کرن. وی اوه جیزیده کر که او تکسمین ناکن شرچی پرسکیرکن چاره سر بیگه. امریکا لی اگرا ایریشا اسرائیل بوسر رژیم ایران ده پیشتوانی لی اسرائیل بیگه. پیکا راپورا CBS دونالد ترامپ سرکمار امریکایی بی بنیامین نتانیاهو سرک وزیر اسرائیل گوتیه کلی اگرا شکست دانستاندنان دیگل رژیم ایران ده پیشتوانی لی ایریشا اسرائیل بوسر برنامه موشکی یا رژیم ایران بیگه. تیوی که اگرا لی هفکیرین امریکا و رژیم ایران لی وان دانستاندنان ده گلک کمه آن هرنینه. و مارکو روبیو وزیر دروی امریکای جی او میجار پیشتراست کریه. اسرائیل جی مرجن خویلی وان دانستاندینه ده بی امریکای راگی هندینه. اسرائیل داخس وزا نمانا تواو برنامه، جیرخان و نوندن میاندینا اورانیومه و درخستینا تواو و اورانیوم میاندیلی ایرانه، سینور در کیرینا شیانا موشکان هتا مفدای 300 کیلومتران و نمانا تواو برنامه رژیم ایرانه لی میجارا میلیسان دیگه، که هتا نیها رژیم ایرانه بیلی دانستاندین لی سر میجارا برامینافکی. میجارندین بی هلن سور راگی هندینه که آماده نینین لی سر دانستاندینه بیکن. خالد عزیزی گفت که دیب امرفن خویلی نافسوی درک بیخین و استک دینا یک گرتنه بیدن سویا. راگی هندینا دروی ویلا تا حزب دموکرات، شوا شمی لسر یک شمی 15 شباته، کمبونه که سیاسی، با خالد عزیزی بر دیو که حزب دموکرات کردستان ایرانه لسر تورا چواکیا اکسته لیدار هست. خالد عزیزی لی کمبونه ده دیتینگه و آویرن حزب دموکرات لی سر پیرسن سیاسی یعنی روژه و ایران و کردستان آنین برباس و لی بشک دینا کمبونه ده برسی و پیرسیار و بالکشاندین بشتارنده. بیشا بینگهینا گوتارا ریز دار خالد عزیزی لی روزنامه کردستان ده حتیه بلاو کیرن. خالد عزیزی لی دست بیکا آخافتنن سویده اشاره بی 4 فاکتران کر کلی دیاری کیرن ایران پاش روژه ده رولا بینگهین هنه. و اف 4 فاکتر جی شیانا رژیم اسلامی و رژیم تپسرکرین، سلک و تفگرن نریزایتی لی نفسوی ایرانه، پیرسگیرکن هفبارن جواکا جیهانی و رولا امریکا و اسرائیل و فاکتر داوی جی اپوزیسیون رژیم اسلامی و میجار الترناتیو با رژیمه.
بردفکه حزب دموکرات پشتی شروع کردن وان چهار فاکتوران اشاره به سیاست حزب دموکرات کیر و را گیهاند. حزب دموکرات هر تیم لیسر و باوری بویه که افشلکه ایرانیه که دیبه چرنویسا و رژیم دیاری بیکه. و نابه شلق چاوره بین که ده کنگ ایریشه بیکه سر رژیمه. پیرسوه که هملی کردستان و هملی بشن دین ایرانه جیوه کناکس در باس بیبین. و سرکفتین یک چاری بسر رژیم ایرانه ده دمه که بیگویمه که الٹرناتیو رژیم اسلامی لی میدان خباته ده آماده به. سالید عزیزی لی در حق الٹرناتیو رژیم اسلامی پیدگیری لی سر وکر که ام وک حزب دموکرات بی پیکا سیاست اخوه دجمیناتی دیگل تی آلیک سیاسی یا اپوزیسیونه و دیج بره رژیم ناکن. مدیتینگه هو سیاست اخوه یا جوده هیه و پیشتوانی لی ماف و سیاستن سوه دیکن. بابتا بینگهین و استراتژیک اوه کلی هم بر هر روشکه ام وک کرد و وک حزب دموکرات دیبه ماف برور بین و لی ایران پاشروجه ده لی پی ماف و دخصوزین سوه بیکوین. مخالد عزیزی لی در حق خباتی دیگل نتوین دین ایرانه بی دیجی رژیم اسلامی درگی هند. مادم استراتژی هم فدرالیزم لی ایرانه ده چهگیر نابه هکی دو نتوین ترک و فارس دیگل نبین. لومام هفجهی بی تعامل دیگل جواکا ترک و فارسانجی هیه. و دی برکی راو و چلاکوانن مدنی لی نفسوی ایرانه بی کرد و ترک هندره وبین و ایو تگیشتینا جی هف و ارمانجن هف پار برهمتینه. لوما پیدگیری لی سر هفجهی هفخباتی و وخوی هم لی ناو هزن سیاسی ان کرد و جواکا کردستانه و هم لی استا سرانسری ددیکم. Amerika'yı heta niha zedetir ji neh gemiyên sîber ên nefta Iranê zeft kirine. Peka davî rapora Pentagone ku lî tora çivakiya ikiste belav kiriye, gemiyeke neftêş a bî navê Veronica Thraich bî alaya velatê Panamayê ku yek ji neft kêşên sîber a rejîma Îranê bûye û pêştir lî lîstê dorpêçên Amerîkayê de hatîbû tomarkirin ku lî avên Deryaya Hîn de hate sekinandin. Peka vê raporê hêzên Amerîkayê ji Deryaya Karayîb heta Deryaya Hîn de lî peyvê gemiyê bûne ku yek ji gemiyên sîber a nefta Îranê bûye û lî Deryaya Hîn de ev jî sekinandine. Pentagonê heftiya pêşte jî ragihandibû ku gemiyeke sîber a nefta rejîma Îranê ya bî navê Akoyla Kî jî bî vê şêvazê lî Deryaya Hîn de sekinandibû. سد و چارده خلاتکریین خلات نوبل دخویانیه که هفپار لی در حق سرهلدان لی ایرانه بلاف کرین. سد و چارده خلاتکریین خلات نوبل بی بلاف کرین دخویانیه که دیروکیا هفپار تیوی پشتوانی کرین دی خلک ایرانه تپسر کرین خلک ایرانه جی علی رژیم ایرانه و بی توندی شرمزار کرین او راگی هندین کو خونیشندو لی ایرانه بی بلند کرین دنگ خوی آزادی خوازیه هر کور دیکتاتور یک چی شاهیتی به او چی اولی رد کرینه او دخوازه کمارک دموکراتیک پلورالیست او دور جهر گندلیه که دیکن. لیوه دخویانیه هفپار ده هاتیه که رژیم ایرانه با رجلی کرین جوه سرهلدانه بیتن لسال 2020 او پنچده زده تیر جی 2200 گیرتی بیدر وکرینه او تیوی تپسر کرینه هوانه او بشرمانه خلکه رژیم نکریه جی سرهلدانه رجیریه بیکه خلک ایران هجای پشتوانی کرین بهز و میچی دا چی هنه آزادین. ام خلات کرین خلات نوبل دخواز جی ریبرن ولاتن پیشکتین جیهانه دیکن کو بی پشتوانی کرین خلک ایران بو گوهرین، آزادی
u dakpeveriye çivakî, bi tevlîbûna Îranê bi çivaka gelên demokratîk alîkariyê bidînvan. Beşek cîvacûkerên vê daxuyaniyê evîn. Prezident José Ramos Horta, Lech Walesa, Oscar Arias, Daron Acemoglu, Pierre Agostini, Peter Agre, Harvey J. Alter, Carlos Felipe Bello, Meiret Corrigan Maguire, Leyma Roberta Bowie û heta daviyê. برای کاملیای انتخابی از رضا شاه تا ولی فقیه تداوم نظم قومی قبیله‌ای قدرت در ایران. نه به خاطر اهمیت ایران، بلکه تنها برای عیان شدن جهالت. اگر بخواهیم صادقانه به تاریخ معاصر ایران نگاه کنیم، باید بپذیریم که مسئله اصلی ما نه صرفاً این رژیم یا آن رژیم، بلکه تداوم یک منطق واحد قدرت است. منطقی که از رضا شاه تا جمهوری اسلامی با چهره‌های متفاوت اما روحی یکسان بازتولید شده است. خود خدامنشی متمرکز، تک صدا، غیر پاسخگو و متکی بر تقدس فرد پهلوی اول. مدرنیزاسیون بدون شهروند. رضا شاه دولتی مدرن ساخت، اما جامعه‌ای مدرن نساخت. راه آهن، ارتش، ثبت احوال و دانشگاه ایجاد شد، اما نهاد پاسخگویی شکل نگرفت. جامعه مدنی سرکوب شد. سیاست به فرمان تقلیل یافت. در این مدل شاه نه نماینده ملت بلکه کدخدای کل کشور بود. کسی که میدید، تصمیم میگرفت و پاسخ نمیداد. این همان منطق اقتدار قبیله‌ای است که فقط لباس دولت ملت پوشیده است. مدرنیزاسیون بدون دموکراسی، یعنی قبیله با یونیفرم. پهلوی دوم، اسطوره‌سازی نه نهادسازی. محمد رضا شاه به جای اصلاح این نقص بنیادین آن را عمیق‌تر کرد. حزب واحد، رستاخیز، تقدس شخص شاه، تقلیل سیاست به وفاداری، حذف تدریجی هر صدای مستقل. شاه خود را پدر ملت می‌دانست، نه پاسخگوی ملت. این دقیقاً همان الگوی ریش سفیدی سیاسی است، جایی که مشروعیت از تاریخ و خون می‌آید، نه از قرارداد اجتماعی. نتیجه روشن بود. جامعه‌ای که تمرین نقد نکرده در لحظه بحران یا منفجر می‌شود یا به دام اقتدار جدید می‌افتد. جمهوری اسلامی، خوداقدام‌نشی در لباس دین. جمهوری اسلامی برخلاف ادعایش گسست از گذشته نبود. تداوم همان منطق با زبان دینی بود. ولایت فقیه مساوی کدخدای مقدس، شورای نگهبان مساوی صافی طایفه، بیعت جایگزین، رأی مؤثر نقد برابر ارتداد یا دشمنی. اینجا هم پاسخگویی بی‌معناست. تک صدایی وحدت نامیده می شود. شایستگی قربانی وفاداری می شود. تفاوت پهلوی و جمهوری اسلامی در لباس ایدئولوژی است، نه در منطق قدرت. شاه پرستی امروز، بازگشت ناخودآگاه به قبیله. شاه پرستی معاصر بیش از آنکه پروژه‌ای سیاسی باشد، واکنش روانی به ترس از مسئولیت جمعی است. در این گفتمان رهبر نقد نمی شود، امید می شود. برنامه جای خود را به نام خانوادگی می دهد. گذشته تطهیر و اسطوره می شود. شکست‌ها به گردن مردم نفهم می افتد. این دقیقاً همان منطق قبیله‌ای است. ما اگر شکست خوردیم چون به کدخدا گوش نکردید. سلطنت طلبی بی پاسخگو، نه آلترناتیو جمهوری اسلامی، بلکه همزاد تاریخی آن است. مسئله واقعی ناتوانی در پذیرش شهروندی ایران.
بارها حکومت عوض کرده اما هنوز با شهروند بالغ آشتی نکرده است. تا زمانی که پرسش را بی احترامی بدانیم، رهبری را مقدس کنیم و شایستگی را فدای تبار و نام کنیم. هر نظامی، شاه، شیخ یا ژنرال به همان سرنوشت دچار خواهد شد. جمع‌بندی نهایی: مشکل ایران فقدان شاه خوب یا شیخ خوب نیست. مشکل ذهن کد خدامنشانه است که قدرت را می‌پرستد و مسئولیت را پس می‌زند. دموکراسی از صندوق رأی شروع نمی‌شود. از لحظه‌ای شروع می‌شود که جامعه جرأت کند به رهبرش بگوید پاسخ بده. رضا پهلوی، چهره‌ای که بعضی از رسانه‌های فارسی زبان در خارج از ایران به عنوان امید آینده ایران معرفی می‌کند. اما آیا واقعاً این تصویر با واقعیت داخل ایران همخوانی داره؟ بحث داغ این روزها و مهم. خوب شد که این موضوع رو مطرح کردی. به نظر میرسه یه شکاف عمیق بین تصویر بیرونی و واقعیت داخلی وجود داره. دقیقاً. و امروز می‌خوایم به یه تحلیل جدید از یک خبرنگار کرد دانمارکی به نام مهران ابراهیمی نگاه کنیم که نتایج خیلی متفاوتی با اون چیزی که معمولاً میشنویم داره. خب بذار اول ببینیم این تحلیل چه نکات کلیدی داره. ببین، اولین و مهمترین نکته اینه که حدود 60% جمعیت ایران زیر 35 سال سن دارن و هیچ خاطره مستقیمی از دوران سلطنت ندارن. برای این نسل خاندان پهلوی فقط بخشی از تاریخه، نه یک راه حل برای آینده. این آمار واقعاً تکون دهنده است. یعنی اکثریت جامعه اصلاً ارتباط عاطفی با اون دوران ندارن؟ دقیقاً. و نکته جالبتر اینه که طبق نظرسنجی‌های مستقل، حدود 80% این نسل جوان خواهان یک سیستم کاملاً دموکراتیک هستند، نه بازگشت به هر نوع نظام موروثی. خب پس موضوع فقط به نسل جوان محدود نمیشه. نه اصلاً. ببین، ایران کشوریه با بیش از 15 گروه قومی مختلف که هر کدوم مطالبات خاص خودشون رو دارن. طبق آمار، حدود 40% جمعیت ایران رو ملیت‌های غیر فارس تشکیل میدن. و این تنوع ملی و یا قومی که بعضی‌ها دوست دارن این واژه رو به کار ببرند، چه تأثیری روی محبوبیت رضا پهلوی داره؟ خب نکته جالب اینجاست که در دوران پهلوی سیاست‌های متمرکز گرایانه باعث نارضایتی شدید اقلیت‌های قومی شد. مثلا استفاده از زبان‌های محلی در مدارس ممنوع بود و حقوق فرهنگی اقوام نادیده گرفته می‌شد. پس میشه گفت یه تناقض اساسی بین ادعای دموکراسی خواهی و ماهیت نظام سلطنتی وجود داره؟ دقیقاً. و این فقط یه بحث تئوریک نیست. طبق نظرسنجی‌ها حدود 75% ایرانی‌ها معتقدند که هر نوع نظام موروثی با اصول دموکراسی در تضاد. خب در مورد پوشش رسانه‌ای مثبت رضا پهلوی در خارج از کشور چی؟ اینجا یه نکته جالب هست. تحلیل نشون میده که حدود 80% پوشش خبری مثبت درباره رضا پهلوی از رسانه‌های غربی میاد، در حالی که فقط 20% از منابع داخل ایران یا رسانه‌های مستقل هستند. پس میشه گفت یه شکاف عمیق بین واقعیت داخلی و تصویر بیرونی وجود داره. دقیقاً. و این تحلیل نشون میده که حل مشکلات ایران نیاز به راه حل‌های پیچیده‌تر و عمیق‌تری داره. مثلا حدود 65% مردم خواهان تغییرات ساختاری در همه زمینه‌ها هستند. به نظر میرسه این تحلیل یه هشدار جدی به رسانه‌های غربی میده. بله، و نکته پایانی اینه که آینده ایران باید توسط خود مردم و با توجه به واقعیت‌های داخلی شکل بگیره، نه بر اساس تصورات و منافع خارجی. این یعنی نیاز به یک گفتگوی ملی که همه گروه‌های اجتماعی رو شامل بشه. و این شاید مهمترین درسی باشه که از این تحلیل میگیریم.
دقیقاً، چون نشون میده که راه حل‌های ساده برای مشکلات پیچیده جواب نمیده. آینده ایران نیازمند مشارکت همه گروه‌های اجتماعی و احترام به تنوع و پیچیدگی‌های جامعه ایرانه. كفني الله شهيدا نبي كفن